وجودمون زیبایی طبیعت در پاییز رو احساس کردیم، اما نمیدونید که اون طبیعت رو وارد خانه مهر هم کردیم. اینجا کدو باران شده. ببینید چه کدوهای زیبایی. امیدوارم دوستان ما هم و همکاران تصاویر زیبای این همه کدوی مختلف و متنوع رو نشون بدن که شما هم اگر مثل من با کدو مشکل دارید مشکلتون رو حل و فصل بفرمایید. با حضور خود سرکار خانم احسان بیگی عزیز خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خانم بیگی خیلی خیلی خوش آمدید. اختیار دارید. من هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و خدمت عزیزان بیننده دارم و آرزوی شادی و سلامت برای تک تک عزیزان دارم. خیلی متشکرم. ان شاءالله که همیشه سالم و تندرست. خانم بیگی این همه کدوهای متنوع بله. واقعا دستتون در خواهش میکنم. اختیار داریم. پاییز هست و فصل کدو حلوایی. دوست دارم که دوستان از این کدو و سیفیجات بیشتر استفاده کنن در برنامه غذاییشون. ما ایرانی ها زیاد تو سواد غذاییمون این کدو رو نداریم. همین کدوهایی که ببخشید دارید میبینید طبیعی هستن. بله. من میتونم گاز بزنم که البته مشکل دارم میگم با کل کدو و مشکل. امیدوارم با آموزش این غذای مشکل شما و حالا اونایی که احیانا دوست ندارن هم از بین بره. خانم قهرمانی غذا قراره چی یاد بگیریم از شما؟ قراره امروز کیش کدو حلوایی رو آموزش داشته باشم که در واقع جزو دست غذاهای شورمون هست و اینکه دیگه شیرین نیست. همیشه باب هست که معمولا کدو حلوایی رو توی دسرها و شیرینی ها به کار ببرن. امروز من باهاش غذا درست کردم. بله. خیلی خوب شد با این که ما کنار بیایم. انشالله. بفرمایید که چه موادی لازم داره؟ این مواد کیش کدو حلوایی شامل 3 بخش هستش که مواد خمیر شامل آرد 280 گرم یا معادل 2 و 1/4 پیمانه، کره 113 گرم معادل 1/2 پیمانه، نمک 1/2 قاشق چایخوری، آب 125 میلی لیتر معادل 1/2 پیمانه، آب لیمو 1 قاشق سوپخوری. حالا قسمت مواد میانیش که شامل کدوی حلوایی یا همون کدو تنبل 400 گرم، پیاز 1 عدد متوسط، فیله مرغ 300 گرم، قارچ 100 گرم، کره 25 گرم، روغن مایع 4 قاشق سوپخوری، جوز هندی 1/4 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری و همچنین یه سری مواد دیگه برای رویه این کیش داریم که شامل تخم مرغ 3 عدد، خامه 100 گرم، پنیر خامه‌ای 100 گرم و همچنین نمک 1/2 قاشق چایخوری. خیلی قصه پروپیمونی هستش. یه خورده در واقع مواد اولیه طولانی داره ولی درست کردنش واقعا آسون هستش. خب حتما هم. بله. من ابتدا شروع میکنم از مواد درونی تارت. ببخشید کیش، روغن و همچنین 25 گرم کره داشتیم اضافه میکنیم. روغن مایع و کره با هم دیگه مخلوط. اگر که خانم قهرمانی عزیز این کره رو ساده و بدون هیچ روغن دیگه اضافه کنیم میسوزه. روغن مایع رو اضافه میکنیم تا همون عطر خوش کره رو داشته باشیم و هم نسوزه. بسیار. پیاز رو اضافه میکنم. الان شما مشروع درست کردن مواد درونی هستم. بله. کیش هستی. مرغ سینه مرغ بودش. بله فیله شده. خب و قارچ رو همه رو با هم دیگه. همه رو با هم دیگه. پس ما اول کره و روغن و بعد بله. پیاز نگینی شده بود دیگه. بله. شده بود، مرغ، قارچ. بله. و کدو حلواییایی که نگینی در واقع خوردشون کردیم. همه مواد رو با هم دیگه اضافه می‌کنیم. چقدر خوش رنگه، چقدر ترکیب رنگی. بله. و تقریبا شعله‌مون هم زیاد در نظر میگیریم تا حین اینکه آب این مواد کشیده میشه پخته هم میشه و یه مرحله پخت دیگه داخل فر هم داره که اون فرایند پخت رو تکمیل میکنه. این کدو حلوایی با کدو تنبل فرق داره؟ در واقع یکی هستش که 2 نام داره. کدو تنبل بهش میگن به خاطر اون گردی و چاقی و بزرگیش. کدو حلوایی بهش میگن که در دسرهای شیرین به کار میره. بله. در این فاصله که این مواد با هم دیگه ترکیب میشه و پخته میشه من خمیر کیش رو هم درست میکنم.
اگه جای احساس کردم من میتونم کمک کنم خیلی بفرمایید ممنون، که متشکرم. بتونید به کار برسید. 280 گرم آرد داشتیم. چند پیمونه میشه یا با همون گرمش رو ما؟ اگر که گرم رو محاسبه بکنن کار دقیق تریه، ولی معادل 2 و 1/4 پیمانه. بسیار نمک خوب. و کره‌ای که سرد هست اضافه میکنیم. اگر دوستان غذاساز هم در دسترس نداشتن به وسیله دستشون این مواد رو به خورد همدیگه بدن. زمانی که کره داخل آرد و نمک حل شد، ما مقدار 1/2 پیمانه آب سرد و 1 قاشق سوپخوری آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم. آب سرد بایستی حتما باید سرد باشه. موادی که برای استفاده کیش به کار میره همگی سرد هستن. آب لیمو رو هم اضافه کرد؟ بله، من آب لیمو رو داخل آب ریخته بودم خانم قهرمانی. فکر کنم اونجا یکم خلوت کنید بهتر بتونن دوستان ما بله خانم حتما. بیگی عزیز ببینن. من اینجا بذارم. همونطور که میبینید یه خمیری داریم که چسبندگی زیادی داره. این خمیر رو به مدت 1 ساعت با درپوش پلاستیکی داخل یخچال بهش استراحت میدیم. من این رو اینجا میگذارم و میرم سراغ بقیه مواد. دستکش من پس 1 ساعت بایستی اون خمیر در یخچال بله استراحت بکنه. استراحت کنه. اینجا مواد رویمون کم کم داره آماده میشه. هم قهرمانی خیلی اومده توی حالا منابع معتبر که کدو حلوایی که مخصوص فصل پاییز هست جلوگیری میکنه از ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا. خیلی خواص درمانی و طبیعی خیلی عالی داره. من توصیه میکنم عزیزان جدی بگیرن استفاده کدو کنن. حلوایی بله. من خود دما رو بالا میبرم. در نهایت آب این مواد که کشیده شد، ما خمیرمونم بعد از 1 ساعت استراحت داخل قالب کیشمون میریزیم. قالب 23 سانتی باز میکنیم، این مواد رو داخلش میریزیم و مواد رویه که شامل 100 عدد تخم مرغ، 100 گرم خامه و 100 گرم پنیر و فلفل و نمک بود با هم دیگه مخلوط میکنیم و روی این میریزیم. داخل فر 180 درجه به مدت تقریبا 45 درجه این زمان پخت هست. از فر 45 دقیقه. بله، از فر خارج میکنن و با همین ظرف سروش میکنن. اگر هم نخواستن که با همین ظرف سروش کنن به راحتی و بدون چرب کردن در میاد و قابل استفاده هستش. ما فرصت داریم که بله که ببینیم این مواد میانی چی میشه بالاخره. مواد میانی چون همه مواد رو با همدیگه ترکیب کردیم و ریختیم، یک مقداری حدود 1 ربع تا 20 دقیقه داخل منزل بهش وقت بدن که تمامی مواد در حین سرخ شدن و که آبشون گرفته میشه پخته هم بشن. یعنی حرارت نباید خیلی زیاد باشه، باید کم باشه. متوسط. ببخشید. ببخشید من نمیدونم حالا این مواد هم هیچ کدوم ادویه خاصی هم نداره. نه هنوز ادویه‌اشو اضافه نکردیم. اجازه بدید من یه لیوان آب. خب این وقتی که در واقع سرخ شد و حالا احساس کردیم که پخته، بله آبش که جمع شد بله ادویه‌های لازم که شامل جوز هندی، فلفل سیاه و نمک هست رو اضافه می‌کنید. خمیر کیش رو داخل قالب مخصوصش پهن می‌کنید. این مواد رو داخلش می‌ریزید.
اون مواد در واقع درونیش رو هم که شامل تخم مرغ رویش بله شامل چه 3 عدد تخم مرغ، بله 100 گرم پنیر خامه و 100 گرم خامه و نمک و فلفل بود و با هم زن دستی میزنید در حالی که مخلوط بشن. پنیر چیز نداره دیگه، پنیر خامه ای داره. بله روش میدید و داخل فرن میگذاریم به مدت 45 دقیقه. طبقه وسط دمای 180 درجه سانتیگراد. خب چون امروز ما بخشای دیگری هم داریم که تقدیم دوستان کنیم، خانم بگید فکر نمی‌کنم الانم توی این مرحله این آماده شه. یک مقدار زمان لازم داره. تا اینجای کار رو شما در جریانش باشید که چه اتفاقی افتاد. خانم بیگی هم همچنان به کارشون ادامه میدن. اگر در حین پخش بخش‌های دیگری از برنامه یک سر و صدا و صدای سرخ شدن و خلاصه استفاده از مخلوط کن و هر چیزی شما غذاساز شنیدین، اینها همه مربوط میشه به بخش آشپزخانه ما و سفره‌خانه ما که قراره امروزی غذای خیلی خوشمزه رو، حالا من میگم با کدو مشکل نداره، قطعا خوشمزه ما از خانم بیگی عزیز یاد بگیریم. پس خانم بیگی شما با خیال راحت کارتون رو انجام بدین. کاملا آماده شده، پخته است و من این مواد رو داخل خمیر میریزم. بسیار عالی. ترکیب رنگش که خیلی زیباست. به خاطر اون کدواست که شما دوست ندارین. میگم منم باید تجدید نظر کنم. اصلا امروز من واقعا با این همه کدویی که شما زحمتش کشیده بودید و همراهتون آورده بودین اختیار دارین. در واقع جا داره اینجا از خواهر عزیزم هم تشکر کنم که زحمت آوردن این کدوها رو کشیدن. دستشون در نکنه. واقعا همینجوره. ضمن اینکه خواهر عزیزم هم که اینجا هستش، حیفه که ما از ایشون هم تشکر نکنیم که خیلی لطف کردن. من دیدم که با چه دقت و با چه لطف و محبتی همکاری میکنن. دستشون در نکنه. خب الان اون مواد رو ریختیم و حالا بایستی مایه رویش رو بریزیم. خانم قهرمانی من در واقع خامه و پنیر خامه ای رو با هم یه مخلوط کردم، نمک و فلفلش رو زدم و تخم مرغش رو هم اضافه میکنم. بسیار. تو داری این کار انجام میدی؟ بله. من دوست دارم چون فرصت زیادی هم نمونده میزی رو که شما به زیبایی آماده کردید. خانم بگی این میز رو میشه خودتون اون که در واقع خود کیشه؟ بله کیش کدو حلوایی هستش که با اسلایس های از خود کدو حلوایی تزیین شده و این مافین هایی هم که دور تا دور میز هست در واقع مافین کدو حلوایی هستش که اینا هم جنبه غذایی داره. کدو حلوایی. شارلات کدو حلوایی هست. شارلات کدو حلوایی. بله. بعد این غذا یا چیزی؟ همه غذا هستش خانم قهرمانی. بله. خیر همه غذا هستن و اونها هم یه نوع دونات سبزی هستش که کدو حلوایی باز درش دخالت داره. درود بر شما. من اگه کدو حلوایی نبود ما امروز چیکار می‌کردیم؟ متشکرم. بعد این مایه هم که آماده شد می‌ریزیم روش می‌ریزیم. من اینجا خیلی سریع ریختم. به مدت 45 دقیقه 180 درجه فرن از 1 رو به قبل گرم می‌کنیم. طبقه وسط و این رو تبخ می‌کنیم. نوش جونتون. خیلی متشکرم از خانم احسان بیگی عزیز و از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم لحظات رو به خوبی و خوشی سپری کنید. به امید دیدار و خدا نگهدارتون.